و اویله ما 20 سر مرغ کمک کردند. پیش از دادن مرغ کمک کردن آنها اویله ما کمتر از جهت غذا تنقیصی میکشید. ما همراه اویلمون در زمین کشاورزی میکردیم و از کشاورزی خیر حاصلی خوبم به دست می آوردیم، اما وضع زندگی ما کمتر مشکلی داشت و من تصمیم گرفتم که به مهاجرت مهنتی به روسیه سفر کنم. اما وقتی که بر ما کمک کردن این مرغ‌ها رو دادن، من مقصدم دیگر شد و مرغ‌ها رو پرورش کردم و دیدم که از پرورش مرغ‌ها آدم فایده کلان به دست آوردنش ممکن است و تصمیم گرفتم که همین ساحه را ترقی دهم. من حاضر از همین مرغ‌ها 40-50 دانه تخم میگیرم هر روز و این تخم‌ها رو در مغازه دهه از نرخ 1 سوم 30 درهم تا 1 سوم 50 درهم میفروشم و وضع زندگی مرا همین فروش بهتر کرد، زیرا که من در یک ماه 750-800 سوم فایده میبینم. وقتی که ما همین مغازه رو ساختیم، رفته مرکز ولایت تخم آوردیم. همین دهه چون مرا تخم تامین میکنن. ماجان همین تخماش هر روزه میاره. ما شرطنامه کردیم که مردم ده معقول همین دهه ماده همچون تخم خانگی، تخم علاسفه معقول همه همین تخم ماده خرید میکنن. من دیگه یگان را تخم نمیگیرم. آینده ما نقشه داریم صفی مرغ‌ها رو زیاد کنیم، اگر توانیم تا 500-600 مرغ کنیم که این مرغ پروری خیلی برای بودجه عائله فایده آور است و ساحه سیر درآمد به شمار می رود.